میدونستی که مبارزه بین بروسلی و مایک تایسون اتفاق افتاده و اصلا تو جهان پخش نشده؟ داستان از اونجا شروع میشه که در سال 1961 طرفدارای بروسلی و طرفدارای مایک تایسون با هم تصمیم میگیرن. اونا میگن مایک تایسون قوی تره، طرفدار بروسلی میگن بروسلی قوی تره. حالا در هر صورت در آمریکا این اتفاق میفته و این دوتا با هم درگیر میشن و چون هر دوتاشون محبوب بودن این ویدیو رو پخش نکردن به دستور خود رئیس جمهور آمریکا و این ویدیو ماندگار بود و در آخرش هم خودت تو میبینی که کی میبره. برای چون هر تا شاخ هم بودن، اینو یه بار گفتم، برای همین این ویدیو رو پخش نکرده. من دارم به شما این ویدیو رو نشون میدم و دوستان حتما حمایت هم کنید. من ویدیو کوتاه میذارم درباره شاخصهای بزرگ و اینجا خودتون هم میبینید بروسلی و مایک تایسون با 2 تا ضربه جهانگیر بروسلی رو میزنه.